سلام و درود دوستان عزیز، امیدوارم که هر جا هستین حال دلتون خوش باشه. میخوایم براتون آموزش تیراندازی با اسلینگ شات رو 0 تا 100 توضیح بدیم، خیلی مختصر، مفید و کارآمد. اولین مرحله در تیراندازی پیدا کردن چشم غالب هست، چشمی که تکیهگاه بینایی ما روی اون هست. خب حالا چجوری چشم غالبمون رو پیدا کنیم؟ برای پیدا کردن چشم غالب یه حفره بین دو تا دست بازتون به این صورت با دست کاملا کشیده به وجود میاریم. خب ما حفره رو ایجاد میکنیم و یک هدف رو از داخل این حفره در دوردست نگاه میکنیم بهش. اون درخت تناور رو ببینین، من اونو به عنوان هدف انتخاب میکنم و دستم رو به صورت حفره روبروش میگیرم و از داخل این حفره اونو نگاه میکنم. حالا یک بار چشم چپم رو میبندم و یک بار چشم راستم رو میبندم. اگر چشم چپ رو بستید و هدف رو دیدید یعنی چشم راست شما غالبه، و اگر چشم راست رو بستید و هدف رو دیدید چشم چپتون غالب هست. خب الان چشم غالب من که چشم راست هست مشخص شد، پس من باید کش رو در دست راست بگیرم و قبضه رو در دست چپ. قبضه در دست چپ، کش در دست راست برای من راست چشم. چرا؟ چون زمانی که من کش رو میکشم باید چشم غالبم دقیقاً در راستای خط کش ما باشه. مرحله دوم برای یه شلیک موفق استقرار درست تیرانداز هست. حالا به چه صورت هست؟ یه پاتون رو تکیهگاه میکنین و پای مخالفش رو به اندازه عرض شونه باز میکنین و تمام وزن بدن میفته روی پای تکیهگاه شما و دو تا پای شما دقیقاً در خط شلیک باید قرار بگیره. استقرارمون هم که انجام دادیم، الان مرحله لود کردن یا قرار دادن ساچمه در پاچ ما هست که این روش گرفتن پاچ خیلی میتونه توی دقت شما تاثیرگذار باشه. ساچمه رو داخل پاچ قرار میدید، ساچمه بین بند دوم انگشت اشاره و بند اول شست قرار میگیره، جوری که دو طرف ساچمه رو میگیرید و میکشید. نباید جلوی ساچمه رو بگیرید به این صورت، این براتون خطا ایجاد میکنه. مرحله بعدی مرحله کشش یا دراینگ هست. شما باید طوری کش و قبضه رو از هم فاصله بدین که یک خط فرضی بین شما، کش، قبضه و هدف ایجاد بشه و حالت دستی که باهاش قبضه رو میگیرید خیلی مهمه. ببینین دوستان، باید جوری قبضه رو بگیرید که نه رو به جلو باشه نه رو به عقب، کاملا تراز، که وقتی شما چشمتون در راستای کش بالایی قرار میگیره دقیقاً دو تا کش رو توی یه خط ببینیم و یه دونه کش مشاهده بشه. دوستان توجه کنن، زمانی که شما قبضه و کش رو میکشین کاملا آرنج شما و مچ دست قبضه‌گیرتون در یک راستا باشن تا دقتتون بره بالاتر. میتونید از این روش استفاده کنید. ببینید دوتا رو با هم روبروی هم بگیرید، پاچ دقیقاً وسط این کمان و حالا اینطوری بکشید. مرحله مهم بعدی اینه که شما همیشه دستی که باهاش ساچمه رو میگیرید در یک نقطه قرار بگیره. چرا؟ که همیشه با یک قدرت، با یک پاور شلیک کنید و خطای تیراندازیتون بیاد پایین، که به این نقطه میگن نقطه لنگرگاه یا آنکر پوینت. ببینید شما میتونید همیشه زیر گونه‌تون بذارید. حالا من چون عادت دارم با کش بلند تیر بزنم و تیر اندازی زیاد کردم، همیشه دستم رو یک جا میگیرم، ولی شما کش کوتاه‌تر استفاده کنید، همیشه زیر گونه‌تون بذارید تا راحت‌تر و دقیق‌تر بتونید شلیک کنید. الان ما کشمون رو کشیدیم، دستمون در نقطه لنگرگاهه، میخوایم هدف بگیریم. هدف رو کجا قرار میدیم؟ هدف رو دقیقاً در لبه کش بالایی قرار میدیم و شلیک میکنیم. حالا هول و هوش نقطه برخورد ما به دست میاد.
حالا یه سوال اینجا پیش میاد، فوکوس چشم ما رو به هدف باشه یا روی مگسک باشه؟ این خیلی نکته مهمیه. همیشه یادتون باشه فوکوس چشم شما، چشم قالبتون باید روی مگسک باشه و هدف رو تار ببینید. مرحله آخر عملیات تکمیلیه که توی تمام مدل تیراندازی باید رعایت بشه. عملیات تکمیلی تیراندازی با اسلینگ شات دوستان اینه که وقتی مراحل رو انجام دادین، هدفگیری کردین و حالا مطمئن شدین که تیرتون میخواد به هدف بخوره، زمانی که شلیک میکنین دو تا دستتون کاملا باید بی حرکت باشه. یه متدی هم هست که میگن باید دست کمانگیرتون با تیر همراهی کنه. منتهای مراتب تجربه‌ای که من دارم میگه که دو تا دست اگر ثابت باشه شما خیلی دقتتون بالاتر میره. خب یه دور کامل با هم مراحل رو ریویو میکنیم. تکیهگاه وزن بدنمون روی پای عقبیمون باشه و پای مخالفمون به سمت هدف. تیرمون رو به طور درست جایگذاری میکنیم. دستمون رو طوری میکشیم که دقیقاً پاچ ما در مرکز کمان قرار بگیره و زیر چشم قالبمون کش بالایی باشه. روی هدف قرار میدیم و شلیک.